آژانس گرفته موتور چه فرستاده. سلام آقای بیخواسته؟ خود هستم. من ماشین میخواستم. من ماشین باشه؟ فقط سخت نیست که من موتور خیلی بهتر ترافیک. من عقب بشینم بهتر نیست توی که من از او به بچه ها میگویم. عقب بشی؟ باش فقط زیاد بایش یواش باش. من موتوری که میگه چیز تیز دارم. میگه تیز دارم. یوی زدم دنارانم بردم. دی موتور چرخ داره بایده. موتور دریا پیرو تشایره. سخت بشه شما آژانس داره. دست نزن من گی زدم. دست نزن من ریدم. هلو بچه ها، حالتون چطوره؟ من یوسف هستم و به یوتیوب چنل من خوش اومدید. امروز یه چالش سم آوردیم برای شما. سعی کن نخندی با مجازات چیه؟ ما یه کاسه جادویی اینجا داریم که توش 5 تا تخم مرغه که هر کدوم از این ویدیوها بتونن منو بخندونن، یکی از اینا رو قراره تو صورتم بشکنم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. 2 very boring minutes later. جهت سلامتی همه مسلمین و مسلمات، مریضای داخل بیمارستان، شفاعت همه گذشتگان و اسیران خاک، من حقیر، همه با هم. نه این نتونست بعدی بتره کنه. بریم بعدی. رفیق بذار یه بوست کنم. چی میگی بابا؟ ما رفیقتون. بیا این رفاقت تموم کنی الان نیاز نکن دارم. جان مادرت. آخه ای خدا لعنتت کنه. خدایا شکرت هیچی بوس رفیق نمیشه. ریدی وسط این رفاقت. نه اینم با اینکه ریدش تو رفاقت نتونست منو خندونه. بریم بعدی. تو بگو لیاقت داری، من زمین و آسمانو به هم میدوزم. رشتک شلوار زهر نزن بابا، میدم آشغالی برتتا. من لیاقت دارم. کی میخواد آسمونو با زمین برای من بدوزه؟ نه بابا اینم نشد. بریم بعدی. استوری گذاشته تو دریا نهنگم، تو جنگل پلنگم، ولی تو خیابون دیدم داشت میگفت خیلی سمون. از خیلی مون بود. بریم منتظرت اول انجام بدیم. خب یه دونه از اینا آوردم که زمینو به جن نکشیم. اینا که من ور میدارم که اینم به جن نکشیم. ببینیم چجوریه داستان. جن ساجه مردنی. بره سراغ اولی. شکست. جن بچه اومدیم به زندگیمون جن زد. بریم سراغ ویدیو بعدی. راز بقا and the secret بگه. شیر نر ماده پلنگی را در دور دست ها تحت نظر گرفته تا در موقعیتی مناسب به دور از چشمان همسرش ماده شیر به پلنگ شماره تلفن بده. Lion marking the panther and phone number قفل in the wife. شیر نر کاملا بر روی ماده پلنگ قفلی زده است. Looking like the mud panthers and قفلینگ. بی خبر از آن که همسرش آهسته از پشت سر به او نزدیک و نزدیکتر می شود. بند خدا I don't know the wife پشت سر. لحظه بدبختی و مچگیری شیر نر فرا رسیده است. In the very بدبخند مچگیرینگ. طبق گفته بومیان گواتمالا، شیر نر از آن روز به بعد به جای شکار بوفالو در خانه لوبیا سبز پاک می کند. In the beach are hunting buffalo, at home packing green لوبیا. نه چیزی نبود که بتره کنه ولی خب خوب بود. بریم بعدی. شدم مثل پسته تو آجیل، همه دنبال من. جون تو بگو. از خیلی باحالن اینا. وای نه تخم مرغ نه. خب مجازات دوم دوباره عینک رو برمیداریم جن نزنه. اینم بو میده همشون بی
انگار تخم سگن. نه خدا. خب دوستان اومدیم مجددا بریم سر این چند تا ویدیو بعدی هم ببینیم که زندگیم بوی قروس گرفته. داری چیکار میکنی؟ هیچی. بچه را پشت داره دود میاد. من موفقیت شما رو میبینم چونم میسوزه. نه آقا بعدش میتونم بخندم. این خیلی چیز خاصی نبود ولی نمونه بارز از رفیقای منه. بریم بعدی. نه اینم نه. ستون سعی کن نخندی. بمب. بریم بعدی. 85 میلیون نفر به تخمم، تو هم به تخمم دلبر شادش کن. نه بریم بعدی. ببین رفیق مالتو دست کن ولی همسایت صف نکن. نه شل نکن. زد فرش کن همسایه نکن. بگیش بودگر تو پارچ شیشه ای آب میخور. پلاستیک جلگیر مطل تشت جمعش کن جمعش با چشمات دلم جمعش کن آقا جمعش کن. چه ویدیویی آقا میسازی؟ چه وضعیه؟ آقا یه دونه مجازات طلب شما بریم چند تا ویدیو بعدی هم ببینیم بعد دوتا مجازات رو با هم انجام میدیم. با آژانس گرفته موتور چه فرستاده؟ آقا گیخورسه؟ خود هستم من ماشین میخواست. من ماشین باشه؟ فقط سخت نیست یکم. من موتور خیلی بهتر ترافیک. من عقب بشینم بهتر نیست توی که من عذاب بچه‌ام میگم. فقط بشی؟ باش فقط زیاد بهش یواش باش. من موتور یکم میترسم. میگم مطمئنی مسیر داریم درست میریم. من احساس میگم داریم اشتباه میریم. داری وای زدم میگم موتور لحظه گوش کن من چی میگم. بابا مگه پای چش تیز دارم. میگم تیز دارم تیز دارم. Jag uppsåg den nörrande förlogen. Det موتور چرخ دلر بیله. موتور دریا پرو تشیره. سگ بششم آژانس دلر. دست نزن من کی زدم. دست نزن من ریدم. دست نزن من کی زدم. دست نزن من ریدم. آقا این خیلی خوب بود. بریم دوتا مجازات انجام بدیم ویدیو رو تمام کنیم. دهن من سرویس شد. آقا این دفعه قرار دوتا تخمه رو با هم بشکنم. فقط اینو یادم رفته بعد نداشتم. این دوتا هم یه دفعه جمعش کنیم بره. یه چیز شکست. اوه این سن. شما ایدایی کنید تا من برم برگردم. خب بچه ها دمتون جان که ویدیو رو تا آخر دیدین. به جان چشیدم همه چیو. اگه حال کردین حتما لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعد فعلا.